15 زن موفق در ساحه تجارت کشاورزی. پیروهای دشوار و موفقیت آنها اخیراً در کتاب با نام اولین ها 15 زن شجاع گردآوری شده است. انتخاب آنها با واسطه آموزش حیات و سهمشان در جامعه در دایره لایحه یوسید اوید به رقابت‌پذیری اگروبیزنس در تاجیکستان معین شد. از قبط همین 400 نفر 40 نفری بهترین واخوری گذرانیدند و از همین 40 نفری بهترین ها ما 15 نفری که در حقیقت ارزنده در روی صحیفه های کتاب آمدن بودند خلاصه کردیم و این زنهای بودند که به کمک لایحه هم الکی موفق بودند، الکی در جامعه خود آواز صدا داشتند و کمک های زیاد کرده بودند و علاوه وقتی که با لایحه پیوست شدند به زینه دیگری فعالیت خود یعنی از ساحه کشاورزی به ساحه بیزنس گذاشتند. عدالت بیردییوا را در ناحیه جیهون ولایت ختلان با نام عدالت زردآلوچی میشناسند. او در تجهیزات مخصوص میوه‌ها را خشک کرده به دیگر ناحیه‌ها صادرات میکند. یکی از 15 زن موفق در ساحه تجارت کشاورزی است. کارم دستی بود، میچیندم، آفتابا میموندم، قاق میکنم، چند غذا میکشیدم، خیلی کاری دستی خیلی. همین سال کردیم، خوجم با صادرات کردیم، خدا با شکر خیلی شد. 100 بار شکر. بانکو قرض دادم، بانکو دادم، خلاص کردم. خیلی حاضر یک تا بانک دیگه مونده که تموم. 100 بار شکرانه که همین کار کردم، همین کار بوچی گرفتم، بود رو پوش کردم، همه جا با جاش توغریشیم. همین نمیشین من چیکار میکردم؟ از ماه ایولی سال 2018 لایحه یوسید اکد با کارخانه‌های نوکاری ساحه تجارت کشاورزی سرمایه گذاری میکند. سر اول یک از مقصدهای اساسی این طرح دستگیری نمودن با فرمیران و نمایندگان خواجگی‌های دهقانی بود تا آنها توانند محصولات‌های کشاورزی را استحصال کنند و با همین محصولات توانند سر اول اعضایان عائله خود را با غذای سالم تامین سازند. همچنین بلند برداشتن رقابت‌پذیری کشاورزان است تا آنها در بازار محل سر اول توانند محصولات خود را به فروش گذارند و با مرور زمان آن محصولات را صادرات کنند. معرفی زن‌های موفق در تاجیکستان در حالی است که مشکل‌های این ساحه سال‌هاست باعث نگرانی صاحبکاران است.